میبینم که امروز سودایتان بی‌برار بود. کم سودا کردید. شما میدونید که من در یک روز فقط با 2 تنگه سودا میکنم. حالا همین طور گویی برای من کفایه. با من دهان شیرین کنم. از حساب ندیدم. دهانم تل. گویا قلمپور خورده باشم. دهان شیرین کنم. استید صبر کنید. با من گویید قاری امک. چرا پولهای بیگانه رو گرفتید؟ من دیدم. او من چیکار هم میکردم؟ چرا نگیرم اگر پرتوته باشد؟ من میدونم گم کردن پول گناهی عظیم است. از کم بغل را بودن آخرینش گناه نیست؟ خدا گناهی مرا میبخشد. و یگیت این جوان سالم غیر از این من از وی قشاقترم. این رو همه میداند. من بیمار باز راه میگردم. پیر شدم. وی کار کرده پول مییابد ولی من نه. الان یک تا میگرفتی؟ یک تا. قاری اشکمبه. چه؟ من قاری قرآن. آدمان نادان مرا قاری اشکمبه مینامند. لیکن اشکم کلانی من از شیرینه بلکه از بیماری. مرحمت با این طرف. نانیگر آبی خنک ده بیا. آبی یخچک ده بیا. آبی شیرین تربوز شیرین ده بیا. مزه‌ش بینم. آبی خنک. انا نانیگر. انا آبی خنک. کباب سیخ کباب را اینجا آورده ده. چی به تو مشکل؟ ببند سیخش را مرحمت. چرا با خود گرفتی؟ پولش رو فراموش نکن. گوسفند نفت مزه‌ش بینم. به این گوسفند فربه نگاه کنید. های چی خیلی با مزه. گوسفند با مزه. کی خریدنی تربوز را فراموش کرد؟ من تربوزهای شیرین دارم. السلام علیکم. سلام علیکم. چه خیلی با مزه. ما شما رو دعوت نکردیم. من آدمی نظر بلنده. نه اینجا ما با من موافق نیست. بایده دیگرش رو. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام قاری سودایت نظمی؟ شکایت ندارم. جمعه نفچان 30 تنگه. شما چی؟ صفت گزبارش رو بینید؟ این سودایت برار گیرد. کارش رو بینید چخیل. نگاه کنید بهترین چهوران نمنگان دختن. با ضرر خود خیر محلش گیرید. با تو چی در کار؟ من چی؟ این طور باشد از اینجا گم شو کنی؟ قالین خرید. حاضر. قالین های بهترین، قالین های گلدار، قالین های رنگارنگ خرید. سلام. مرحمت شنید. شما چی میخواید؟ من هیچ چیز. نوشه. با تو قرض میدیم. فراموش نکن که من برای این صبح 10 تنگه دادگی. 10 تنگه؟ دروغ. نه کپم راست. من برای این صبح از کیسه خودم 10 تنگه دادم. اکنون به شما با قرض میدیم برای اشتری کله پوش. ما فقط دخترمان را میدانیم. شما برای خوراک ما چند پول میدهید؟ و زودی از گرسنگی میموریم. اینجا ده. نمیدیم. با این خیل گپ زدن حق نداری. من شوهرت قانونی شریعت را فراموش کردی. شما از خود رفته اید لعنتی ها. از روی شریعت شوهر باید زنهایش را خوراند. این را کی گفت؟ این را در کجا خوندی؟
مرا فریب دادن نمیتوانی. من تمام قانونهای شریعت رو میدانم. این گپ در کجا نوشته که تو از من میندار شب که در خانه من زندگی میکنی و لباس میپوشی؟ لباس؟ هم اگه یک کرته دارم و همان رو هم روزی به تو به شوهر بر مادرم خریدی برای این رحمت؟ کم بغل چند کرته خریده میتواند؟ تو کم بغل؟ ها من کم بغل. شما باید پول این سوپ رو دید. کلپوش ها رو فروشم حقم رو میگیرم. مرد گیر. کشویه کاری آمد. میدونم که شما در پسی در. کیست اونجا؟ این من میرزا عبدالله. ما پیشکی مسئولیت کردیم تو. تنهایم نترسید در کشویه. مرا فریب داده من نمیمونم. خیریت. چرا میترسید؟ آخر من قرضم رو آوردم. این آدم خودی این مانت رفت. صبر کنید من حاضر در رو پوشانم. این کس قاری امکو چرا نگفتی که ما نزدی او میرویم؟ در این باره گپی علایده است. به این طرف از قفای من احتیاط شوید. زینه پایه آیسته پایمانیت زینه ها فرسوده. اینجا سر را کفاندم ممکن نه خود روشن کردم ممکن نباشه. کاری آمد. روشنایی در قصر راه هست نه در خانه منی کم بغل. کیم کی اومد؟ لیکن تو این دم کسی اینجا نامده بود. کار تو چی؟ بسیار گپ نزن. امروز بس است. رو خواب کن. مرحمت. مرحمت دارید. قریب بینیم روش کسته بودم. چراغ رو گرانید؟ حاضر. نه چراغ. گوگرد داره؟ نه. همراهتان چی؟ من هم ندارم. افسوس. کاری آمد. در اینجا چکار کردی سوده؟ شما ها چراغ رو اینجا بیارید از من این چراغ رو درگیرانم. چراغ آوردن چی لازم؟ بهترش گوگرد میپرسیدید. گوگرد؟ بای پول میسته. در خانه من در یک روز یک دانه گوگرد صرف بشود. چنان که میگویند کسی سرپاکاری کرد فایده زیاد مییابد. صرف کنم هم لیکن بیفایده. باز گدا بری میمیرم. حیات کم بغل همین